به یکی از فصل‌های طولانی و تأثیرگذار این کتاب خوش اومدید. بصیرت ششم، تسبیه گذشته. شما اینجا هستید زیرا اینجا همان جایی است که باید باشید. تمام زندگی شما راهی طولانی بوده است که درست به این لحظه منتهی می شود. با این آگاهی ما قادر خواهیم بود بر الگوی رفتاری دیرینه خود که همان روش تسلط و تصاحب انرژی دیگران است فائق شویم و حقیقت وجودی خود و مأموریت زندگیمان را کشف کنیم. ما اینجاییم تا بشریت را در مسیر تکاملی خود به سمت مرحله تازه‌ای از هستی یاری رسانیم. در پیشگویی سلستین بصیرت ششم تسبیه گذشته یا پاک کردن گذشته نامیده می شود. این بصیرت به ما اجازه می دهد تا با رها کردن دغدغه‌هایمان در قالب بصیرت چهارم که تحت عنوان مبارزه برای قدرت بیان شد، به بصیرت پنجم پیام عارفان برسیم. در این راه انرژی آشکار شده در بصیرت سوم نیز به طور کامل به روی ما گشوده می شود، زیرا درست پس از رهایی از جنگ قدرت و کنترل خود است که به امنیت دست می یابیم و در عوض ما انرژی مورد نیازمان را نه از طریق تسلط بر دیگران بلکه به واسطه اتصال پایدار با سطوح بالاتر روحی خود به دست می آوریم. بصیرت ششم به ما می آموزد زمانی که ارتباط خود را از دست می دهیم و تحت استرس شدید قرار می گیریم بیشتر با سبک‌های نمایش کنترلی خود آشنا می شویم. در این مواقع است که رفتارهای خودکار و ناخودآگاه ما ظاهر می شوند، رفتارهایی که گاه خود نیز از آنها متعجب می شویم. اینجاست که بر سر یک دوراهی تعیین کننده قرار می گیریم. ما می توانیم روش‌ها و سبک‌های نمایش کنترلی خود را که تاکنون برای حصول امنیت به آنها متوسل می شدیم نادیده بگیریم و به استفاده از آنها ادامه دهیم یا حتی آنها را سرکوب کنیم یا گام در راه دیگری نهاده روی آنها تمرکز کنیم و از راه درست و به آرامی بر آنها غلبه کنیم. هنگامی که از این رفتار آگاه شویم و تصمیم بگیریم که راه دوم را برگزینیم، می توانیم ارتباط سطح بالاتر خود را تثبیت کنیم و به طور منظم با منبع انرژی بی‌پایان هستی در تماس باشیم. پس از آن است که می توانیم سرنوشت یا مأموریت زندگی خود را کشف کنیم و شروع به مشارکت معنادار و فعالانه در جهان کنیم. اما قبل از اینکه بتوانیم به طور مداوم با انرژی ارتباط برقرار کنیم، یک مانع بزرگ تحت عنوان گذشته وجود دارد که باید به سلامت از آن عبور کنیم. ششمین بصیرت به این موضوع می‌پردازد. ما باید برای اصلاح روش و سبک خاص خود برای کنترل دیگران فکری بکنیم. به یاد داشته باشید در بصیرت چهارم بیان شد که انسان‌ها همیشه احساس کمبود انرژی داشته و به دنبال کنترل یکدیگر بودند تا آن انرژی اندک را که بین مردم جریان دارد به نفع خود به دست آورند. سپس بصیرت پنجم به ما نشان داد که منبع جایگزینی وجود دارد، اما ما نمی‌توانیم با این منبع به صورت دائمی مرتبط بمانیم مگر اینکه از روش خاصی که به صورت انفرادی و در قالب نمایش‌های کنترلی برای تسلط بر خود و دیگران استفاده می‌کنیم آگاه شویم و آنها را متوقف و اصلاح کنیم. زیرا هر زمان که برای انجام این عادات به عقب برگردیم مجدداً از منبع انرژی قطع می‌شویم و اگر برای اصلاح این عادات کاری نکرده باشیم هیچ تضمینی برای آگاهی ما در آن لحظه خاص و بازگشت سریع به مسیر صحیح وجود ندارد. تغییر نحوه به دست آوردن انرژی. تغییر عادات آسان نیست، زیرا تا حد زیادی در سطح رفتارهای ناخودآگاه ما بوده و ریشه دوانده‌اند. کلید رسیدن به خودآگاهی کامل این است که بتوانید تشخیص دهید چگونه همه ما در لحظات و روزهای اولیه تولد و ورودمان به این جهان احساس استرس و ناامنی می‌کردیم، زیرا به تازگی از منبع انرژی برتر و همیشگی خود جدا شده بودیم. به خاطر تسکین این جدایی در کودکی متوجه شدیم که می توانیم توجه دیگران را به خود جلب کنیم و با به دست آوردن یک سبک شخصیتی خاص از کنترل دیگران را مجبور کنیم که به ما اهمیت دهند و این شیوه جایگزین امنیت و انرژی الهی شد.
که اینجا روی زمین به شدت به آن نیاز داریم. اما این سبک زندگی معمولاً ابتدا برای خود ما و همچنین برای اطرافیانمان به جای رفاه و لذت موجب درد و رنج می شود. زیرا با این روش ما همواره در حال دزدی کردن و مورد دزدی واقع شدن هستیم، چون همه ما هرچند با سبک‌های متفاوت اما دقیقاً همین روش را برای دریافت انرژی مورد نیاز خود از یکدیگر انتخاب کرده و به کار می‌بریم. این نمایش برای همه ما آشناست. گویی فیلمنامه‌اش را در کودکی خود نوشته ایم، آن را بارها و بارها تمرین کرده ایم، از آن نتیجه گرفته ایم، در آن متبحر شده ایم و در زندگی روزمره خود بدون آگاهی از دلیلش اما با اطمینان از نتیجهش بارها و بارها به کار برده ایم. تنها چیزی که مشخص است این است که چون این اتفاقی بارها و بارها برای ما رخ داده و بار دیگر هم رخ می‌دهد و مشکل به همینجا ختم نمی‌شود، بلکه زمانی جدی‌تر می‌شود که دریابیم این روش‌ها به شکلی کاملاً مرسوم و معمول در بین همه جاری است و کسی هم متعجب و نگران عواقبش نیست. مشکل بعدی این است که وقتی یک برش از نمایش‌ها را بارها و بارها تکرار کنیم، صحنه‌های دیگر فیلم زندگی واقعی ما که در ابعاد مختلف به نفع ما هستند، فرصت نمایش پیدا نمی‌کنند. این دور باطل و بی‌ثمر نمی‌تواند قطع شود مگر اینکه واقعاً به درون خود بنگریم و بفهمیم که برای دستکاری و دزدی انرژی و دفاع در برابر درد چه نمایش‌هایی را اجرا می‌کنیم. نویسنده واژه نمایش را به این خاطر استفاده می‌کند که حقیقتاً یک نمایش است، نه رفتاری از جنس خود واقعی ما. هر یک از ما باید به گذشته خود بازگردیم، به زندگی خانوادگی خود در نوزادی و کودکی بنگریم و ببینیم این عادت‌ها چگونه شکل گرفتند. با شناخت ماهیت و نحوه کنترل خود به تشخیص این عادت‌ها در لایه‌های درونی خودآگاهی نزدیک و نزدیکتر می‌شویم و تنها در این صورت است که می‌توانیم خود را در لحظه بررسی کنیم و روش‌های شخصی خود برای کسب انرژی را شناخته و تغییرشان دهیم. انواع روش‌های کنترلی. یکی از روش‌های متداول و عمومی نمایش پرخاشگری است. همه افراد معمولاً یا به روش پرخاش اقدام به کنترل دیگران و دزدی انرژی از آنها می‌کنند یا به طور مستقیم مردم را وادار می‌کنند که به آنها توجه کنند. برخی نیز از نمایش‌هایی با سبک منفعلانه و با تحریک حس همدردی دیگران استفاده می‌کنند و از این طریق با کنجکاوی مردم بازی کرده تا توجهشان را جلب کنند. اما در این بین اجرای نمایش ترس تهاجمی ترین نوع جلب توجه برای دزدی انرژی است. فرض کنید که شخصی شما را چه به صورت کلامی و چه فیزیکی تهدید کند و شما از ترس اینکه اتفاق بدی برای خود یا عزیزانتان بیفتد مجبور شوید به او توجه کنید و در نتیجه با فرمانبرداری و انجام دستورات او بخش عمده‌ای از انرژی خود را به او بدهید. به این صورت شخص فرضی شما را به سمت تهاجمی ترین نوع دزدی انرژی کشانده است. از سوی دیگر ممکن است این تجربه را داشته باشید که شخصی در مورد تجربیات بدی که برای او رخ داده به شما بگوید. این تجربیات می تواند در مورد سلامتی، شغل یا رابطه‌اش باشد. در ادامه او از شما می خواهد که رفتار خود را تغییر دهید تا از او در این مشکلات حمایت کنید یا حداقل با او موافق باشید و بیشتر برایش دلسوزی کنید. این افراد حتی گاهی اوقات به این اشاره می‌کنند که اصلاً شما نیز در قبال شرایط آنها مسئول هستید و در واقع فلان رفتار شما در فلان مقطع زمانی بوده است که آنها اکنون چنین شرایطی را تجربه می‌کنند. در مواقع دیگر ممکن است به شما بگویند که اگر از انجام کاری که آنها نیاز دارند امتناع کنید، شرایط وحشتناک آنها ادامه خواهد یافت یا بدتر خواهد شد. این اشخاص به دنبال کنترل در غیر فعالترین سطح هستند، چیزی که نویسنده آن را نمایش کنترلی من بیچاره نامیده است. خوب است به یاد داشته باشید این تنها یک سوی ماجرا نیست، بلکه تمایل به دیدن و مشارکت در این نمایش‌ها نیز در اکثر افراد جامعه وجود دارد، در حالی که اغلب غیر از این فکر می‌کنیم و به خیال خود ما از چنین شرایطی بیزار هستیم. هر یک از ما باید قبل از ادامه دادن مسیر کشف و پیشرفت در بینش‌ها از این توهم عبور کنیم.
تقریبا همه ما تمایل داریم حداقل بعضی اوقات در یک درام گیر بیفتیم و بعدمان هم نمی آید که درگیر بعضی داستانها و ماجراهای خاص بشویم، زیرا این نیز به ما کمک می کند تا حس ترحم و توجه دیگران را به خود جلب نماییم. راه حل رهایی از این تمایل آن است که باید آنقدر به خود نگاه کنیم و با عادات ناخودآگاهمان مواجه شویم تا بفهمیم در چه زمانها و چه شرایطی این گونه رفتار می‌کنیم و سپس سعی در تغییر روش خود در مواجهه با این شرایط نماییم. پس از اینکه با نمایش خود مواجه شدیم چه اتفاقی می‌افتد؟ ما آزاد هستیم. ما می‌توانیم انتخاب کنیم که بیشتر و بیشتر از اعمال ناخودآگاهی که از طریق آنها در نمایش‌های کنترلی شرکت می‌کنیم آگاه شده و حتی از پیچیده‌ترین آنها رها شویم. ما می‌توانیم معنای بالاتر برای زندگیمان یافته و دلیل معنوی برای اینکه چرا ما در این شهر، در این خانواده و با این شرایط به دنیا آمده‌ایم پیدا کنیم. ما می‌توانیم شروع کنیم به متوجه شدن اینکه واقعاً چه کسی هستیم. این حقیقت می‌تواند به زندگی ما انرژی، انگیزه و توان مضاعفی ببخشد، زیرا اگر به آن و در واقع به خودمان فرصت بدهیم می‌تواند به ما بگوید که ما چه و که هستیم و در مسیری که در آن قرار گرفته‌ایم در حال انجام چه کاری هستیم و همچنین کاری که باید انجام دهیم چیست. فرایند یافتن هویت معنوی واقعی شما شامل نگاه کردن به کل زندگیتان به عنوان یک داستان طولانی و تلاش برای یافتن معنای بالاتر برای آن است. با پرسیدن این سوال از خود شروع کنید: چرا من در این خانواده خاص متولد شده‌ام؟ هدف از آن چه میتوانست است باشد؟ ما صرفاً آفریده‌های فیزیکی والدین خود نیستیم. ما همه مخلوقهای معنوی هستیم. هرچند شما از این دو نفر متولد شده اید و زندگی آنها تأثیری غیر قابل برگشت بر شخصیت شما داشته است، اما برای کشف خود واقعیتان باید اعتراف کنید که شما در موقعیتی مابین حقایق معنوی و هویت سطح بالاتر آنها آغاز به حیات نموده اید. به همین دلیل است که شما در آن خانواده، آن شهر و آن کشور به دنیا آمده اید، برای اینکه نسبت به آنچه که آنها هستند دیدگاه بالاتری داشته باشید. مسیر شما کشف حقیقتی است که از ترکیب آنچه این دو نفر به آن اعتقاد داشته و دارند ساخته شده است. شما اینجا هستید زیرا اینجا دقیقاً همان جایی است که باید برای ادامه تکامل حاضر باشید. تمام زندگی شما راهی طولانی بوده است که درست به همین لحظه منتهی می شود. هنگامی که این دیدگاه از زندگی خود را به طور کامل درک کنید، به چیزی دست خواهید یافت که دست نوشته سلستین آن را آگاهی روشن از مسیر معنوی خود می نامد. با توجه به دست نوشته، همه ما باید به اندازه‌ای که لازم است زمان صرف کنیم تا این روند پاکسازی و تصفیه گذشته خود را طی کنیم. از دستاوردهای اجدادمان در رساندن ما به این لحظه شگفت‌انگیز تشکر نموده و روند اشتباهات اجدادی خود را متوقف کنیم. اکثر ما یک نمایش کنترلی داریم که باید از آن فراتر برویم. وقتی این کار را انجام دادیم، می توانیم معنای بالاتری را درک کنیم که چرا از والدین خاص خود به دنیا آمده ایم و همه پیچ و خم‌های زندگی ما را برای چه کاری آماده می کردند. من به شخص اولین کاری که انجام می دهم تمرکز بر محیط اطرافم است. سپس سعی می کنم به یاد بیاورم که وقتی از انرژی پر می شوم، همه چیز چگونه به نظر می رسد. من این کار را با یادآوری حضور همه چیز، زیبایی و شکل منحصر به فردشان، به ویژه گیاهان و نحوه درخشش و درخشانتر شدن رنگها انجام می دهم. سپس سعی می کنم آن احساس یگانگی را تجربه کنم. این احساس مهم نیست که چقدر دور است. من در هر حالتی می توانم با آن متصل باشم، با آن ارتباط برقرار کنم و آن را نفس بکشم. وقتی تصور می‌کنیم که هر نفسی انرژی را به درون ما می‌کشد و مانند یک بادکنک ما را پر می‌کند، در واقع انرژی بیشتری می‌گیریم و احساس سبکی و شناوری بیشتری می‌کنیم. این روش یکی از قدرتمندترین روش‌های شفابخش است.
بعد از اینکه انرژی را دم میکشم، بررسی میکنم که آیا احساس درستی دارم یا نه. عشق یک مفهوم فکری یا یک امر اخلاقی یا هر چیز دیگری نیست، بلکه یک احساس عمیق‌تر در پس زمینه است که دقیقاً زمانی وجود دارد که فرد به انرژی برتر موجود در جهان، انرژی خداوند، متصل می شود. این همان سطح انرژی است که باید بتوانید همواره داشته باشید. هدایت شهود و همزمانی. همانطور که با انرژی درونی پر می‌شوید، انواع دیگری از افکار بخش بالاتر وارد ذهن شما می‌شود که شهود شما هستند و احساس متفاوتی را در شما ایجاد می‌کنند. آنها مانند افکار ذهنی نیستند که فقط در پس ذهن شما ظاهر می‌شوند. آنها همچنین گاهی اوقات خود را در رویاهایتان نمایان می‌کنند تا شما را متوجه مطلبی نموده و راهنمایی کنند. هنگامی که از سوالات فعال در لحظه آگاه شدید، همیشه نوعی جهتگیری شهودی در مورد اینکه چه کاری باید انجام دهید یا به کجا باید بروید دریافت می‌کنید و می‌توانید تا حدی حدس‌هایی در مورد گام‌های بعدی نیز بزنید و تصمیمات واضح‌تری بگیرید. تنها زمانی که این اتفاق نمی‌افتد، زمانی است که سوال اشتباهی در ذهن دارید. جالب نیست؟ مشکل زندگی در دریافت پاسخ نیست. مشکل در شناسایی سوالات درست است. هنگامی که سوالهای درست بپرسید، همیشه پاسخهای درست نمایان می‌شوند. بعد از اینکه شهودی از آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد به دست آوردید، قدم بعدی این است که علاوه بر اشتیاق، همچنین آرام، بسیار هوشیار و آگاه باشید. در این حالت دیر یا زود رویدادهای همزمان رخ می‌دهند تا شما را به سمتی سوق دهند که شهود نشان می‌دهد. اگرچه شهود ما در مراحل ابتدایی تا حدودی نامشخص و ناواضح است، اما می‌تواند به عنوان یک هدف کلی باشد که به ما کمک می‌کند تا مسیر همزمان خود را بفهمیم و دنبال کنیم و به ما کمک کند تا در سمت و سوی صحیح به جلو برویم. اکنون ما شروع به دریافت یک حس شفاف می‌کنیم که همزمانی ما را به کجا می‌تواند ببرد و جهت زندگی ما چه می‌تواند باشد. این می‌تواند در هر حوزه‌ای از تلاش‌های انسانی یا در همه حوزه‌های زندگی از روابط گرفته تا یافتن شغل، در تحصیلات، تجارت، سلامت یا خدمت به افراد مستحق وجود داشته باشد. ما با تمرین این بصیرت می‌توانیم احساس الهام و رضایت بیشتری داشته باشیم. هر یک از ما باید به چرخه‌های مهم زندگی خود نگاه کنیم و آنها را در پرتو پرسش تکاملی خود دوباره تفسیر کنیم. فرزندان ما سطح انرژی ما را دریافت می‌کنند و آن را بالاتر می‌برند. این گونه است که ما به عنوان نسل بشر به تکامل ادامه می‌دهیم. تفاوت نسل گذشته با این نسل در این است که ما آماده ایم آگاهانه این کار را انجام دهیم و روند رشد را تسریع کنیم. حقیقتی که شما به دنبال آن هستید به اندازه تکامل خود جهان مهم است، زیرا اتفاقاً به تکامل آن امکان می‌دهد. همه ما یک هدف معنوی داریم، یک مأموریت که تاکنون بدون آگاهی کامل از آن به دنبال تحقق آن بوده ایم و درست زمانی که متوجه شویم و آن را کاملاً به کمال برسانیم، می‌توانیم زندگی حقیقیمان را آغاز کنیم. اکنون زمان آن رسیده است که یاد بگیرید خودتان آگاهانه تکامل پیدا کنید.